خب این بریکر با کاور باز شده. اینجا مکانیزم موتوری است که قرار میدیم. این قسمت شما 3 تا بوبین رو میتونید داشته باشید. جای بوبین ها مشخص است. این بوبین آندر هست، این بوبین کلوز هست و بوبین اوپن رو نداریم. با یک کانتاکت بسته شما میتونید بحث اوپن رو با آندر ولتاژ هم داشته باشید. اینا قسمتایی که مربوط به ماکرولوژیک میشن برای زون سلکتیویتی که میتونه فرمان ارسال بکنه. تغذیه رو داریم و چیزهای دیگه، کنتاکت آلارم و اینجا هم 4 تا کنتاکت کمکی که روی خود بریکر هست. شما میتونید توسعه بدید و کمکی ها رو بیشتر هم بکنید. مکانیزم موتوری هم اگه روی بریکر قرار بدیم آماده هست برای سیستم چنج اوور. این هم مکانیزم موتوری با ولتاژ 200 تا 240 ولت AC 50 و 60 هرتز اینجا قرار گرفت و سوکتش هم اینجا قرار میگیره. الان پس شد آندر، کلوز و موتور.